ولی تحلیل ما ایشیه که چی دیگه مشوار سگ فایده هدم. من تمام سال دکتر جان من الان اتفاقا منو پیششه که شما تشریف بیاره مثلا این واژگاری کتاب من کم بونده حتی ما الان جز که الان پیش از پاریزی یک دیگه تاریخ نویسی هست نام که هست وزیری وزیری جی همین وزیری کتاب من 5 به 6 بونده ولی نو مثال طور من الان نیستن دیگه نه ما کدی وانده دینه یا واجکار حسین نمانو که زمان صفویه نوشته در مورد کیانیان حسینی زانا آدگر یا میگه زرنکو نه سیستانی حسین سیستانی نه ملک شاه حسین احیاء افشار الملوک بله احیاء الملوک احیاء ملک شاه الملوک حسین سیستانی احیاء الملوک شی ملکی مپیه کل پیرو کنشی احیاء الملوک وجه جی مرسیب وانده بله شاپاک از همه 37 و 38 سال پیشه گپینه نو یکی چنین کتابا من نه که حداقل الان پیشنهاد کو اشکال نداره شام نیگوارا هستن خب وقتی ته مصاحبه دهشان متاسس که شاهدنی بابی که جنابالی راجبه ها موضوع برده فهرست اعلام هم دارنشان خب من رئیس دقیقا سر ما صفا رئیس سر ما صفا بودم من رفرنس گوشیم به شما پروایی نو از این نظر باش که من ممکنه جاهای کم بیارم از نظر تاریخش از نظر نامانش این چیزا نه و تیمور خان ایشی مهم نه ایشی تی جند مهمه که شخصیت تی پیمه و ترا و تی و جند و تاریخی شخصیت هم واجه ابراهیم خان نماسه هم واجه دوزان خان نماسه دو طرفا و در یا دوری از تاریخ تو شرری سرا تی لوگ توکا اتفاق کرتا یعنی تی ما تی بالوگ تی ترو همشون پتر دانگ زکتا تی شخصیت جند و تیش سندیت دانه تیشه که مثلا دیگه مردم بوش فرق ایشین تی جند تو کن فرق حالا یا تاریخ تو انچو که دکتر عظیم مگو ادا ودا بیش اصلا اهمیتی نیست تو گوشه من انشالله که انچو تو همیشه گوشه تو انشالله که من یالا یه تاریخ اگر نه خب من پایل کنیم مزنی گپ نیست مردم مهم اما کانسپت چیز جند که تو گوشه مهمه بچه چون بهرا واجه تو ها برده یک تاریخ کوهن همین کتاب رو که نام گیبتو سرگوستان پیسری هن قومی هن کلاسیکل ها یکی همه چیزانی که شما خاندانیه و معاصره یک چیزی هم جنده سرگذشته چرا این واجه ادان بالاخره جنده زندگی نزانی ارزم به حضور شما وانگی پدا کاری پدا دراندیهی پدا شخصیت ها مختلفی که دیستگی هم مثلا چون که واجه کریم بخش سیدی چون که بهمن خان چون که آین ریگی چون که آی مبارکی میر عبدی میر عبدی خان بله این مردمانی که دیستگی هم میر مولادات خان پاکستان چی گوسته بودن کشتن اولی روی چا شما جز اولی مردمانیت که من اسکاندیناوی شده بودن زندگیش به چون بوده ایشان سک مهمه شان سک مهمه مسائل هنری که جناب عالی پیگیری کرده شان سک مهمه شما بار یه هوران گوشته چو جسته گریخته این گوانگور ما وشکته ولی شان یک ردو بندی نه ادان به نظر من حتی اگر بی یک منشی نواسگی نزانی گپا ارزم نبا بزرگ عزیز شد گپا نبا باز برو نبا خب کسی همه دان تا هر هرچی چی کنی باتوان محمد زبطه کن برنامه ریزی بکنه زودتر وقت سه موقع چهار گپا بهرام ها نه سه چهار قسمت یعنی سه چهار موضوع هم حالا مال هر یکی تیم بده بلکه شروع 5 کن تی جلسه چنج پی گاچ بانسری جی یعنی شروع کن تی مکدی که همه بران کنه نم پدا نرسی جای اصلا تاریخ ها مهم نه اصلا مهم نه از سیر حوادث و تحلیل شما برام مهم انش پی بس تا دکتر عظیم شروع کن وایت تیم خانه انش پی مصاحبه کرد
اولین برا صوتی لگا مجبورش تو من کس آخه تهم به نه مرداد مردادم من روچا پدا یا ساعتی من روچا پدا واجه روچا ساعت دیگه منابقت که من انترویو جای این بانگو من رو این برنامه میلیم پوا ساعتم ما رو ساعت کشتم ده معمولا کاندیدا 10 11 کدی همین تیم منی رو شهر باشه مردا ندارم چتیم شهر را دا شب دا تو بگیر می بالا چود صوتی الگ ये صوتی الگ دیگه ابرا نگیری کسی کا تو شاید می بالا جانچو که मैं ابرا هم بزیریشی دیگه ریپ که انچین نی که مای نبی بلویتان من मैं ابرا باز بگیری کوشش کردم من باز کوشش کردم خراب بی. من میگه واقعا ما دارم لوتان تین मैं ابرا بگیرتین گوش شهر راشی نه تو ادا نه نه میشن لوتاین نگه تا لوتاین یوتیوب کنه گوش کنه داشته بره کنه گالا نه واشم تو تلگ برای آه شهر شهر صوتی الگ گوش شهر ما گوش اما نداشتم دیگه تصویر هم شهر نه امی هوا واشم امی زمانی که بالاجا امی وقت هست اتوماتیک وار شما واتار بالاجا روا زمانی که وقت هست شما بیا واتار برزگاه ساعت تقریبا مشخص کرد که جناب عالی موظف منم موظف مرداد علم هم اگر تو همه ساعت ها بیاین بوده 1 ساعت 45 دقیقه گرین پدی دمی ساسارم پدا 45 دقیقه دیگه گرین هرچی تو انتنه میرگرن دیه ما بابا حالا دو جلسه ای من و چپی گرین بالا دو جلسه یک چه چپ دیگه مشکلی گرین نی دکتر من و بالا چه مشکل نی واجه مشکل که واجه هم توا در دسترس مشکل مرتب هست واجه مشکل توا مشکل علمه مشکل دادی آره تیمور خان هنی تیمور خان ما هر لحظه بره ما بروتی پا آرینی نه آجوری مشکل شمایی ما 24 ساعت آجوری ررسان پاک کنن چون ننه واجه گپا آه گوشه والله ما نکش گریبن گبار ما رو چیارین هر رو کار واجه اشرف سربازی آجی لای بیو نه زی بر طوری دیگه تو آخر با واب کپ تو خدا شاهده واب کپ تو شوات هم اصلا بیزار بود شیه که مردم به خدا او میرگین کتاب شه دکتر جان من یک کم که وقت لوگرام پیچه که من 5 کتاب منی کرده بوده یک واجه یا تو امانت گفته قول دا که یک دو من پی دی اف کنم نو ما شان هموت دست ببین که من شرطر خبر کرتیم بکنم و واجه تو یک جی کاری بکن شتی زندگی ما شروع کنه چه جی زندگی رو شاید تو شروع شاید کنه چه زندگی رو شروع کنه شان انشالله تی ذهن هست دیگه چه زندگی رو شروع کنه چه پیدا شد تا رن تا مروچی که شما بودن آمول کاید ایش را گرن نون گوڑا یا شتی خاندانی رو شروع کنه این مثلا فاز دوم فاز سوم نزنه یا مسائل دیگه تاریخ بلوچ سالی که کهنتر آیان رو شروع کنه ایشی به نظر من خوبه بیتنگ تا زمان تی کتاب هم آمد دیگه کتاب رو ما علم تی نظر انشالله چیه مرداد بانداد پوشیان اصلا زنگ جنگ پشت سر پوشیان هم با نه بگرد واج تیمور خان مروی چه تو مصاحبه گرم دیگه مردم هفته تا اینکه مثلا دیگه هفته 10 رو دیگه تر هر رو آمادگی بود دو نه دیگه میگیرن هفته نه شپی تمام دو نفر شپی 2 ساعت زن چی بیان یه ساعتی وقت تیمور خان پر یه ساعت دیگه که بگیره بی 2 ساعت مزنه بری ونه وقت تیمور خان یه بری بل شروع کو تیمور هر روز خان یه ساعتی گرتی یا صبح یه ساعتی گیرنی یا شپا بگیرن واجه همه گپانی که اچانک یه گوشی خب ما کار مصاحبه کنک تاریخ شفاهی مردم ها مختلف نندن خب ما زانن دیگه ای خبر هنچی خبر نایابتی نبره شد نه اینکه من دیمه بگوشی آقا منی کارن شی من زانین علامتی کارن تا ای زانه ای خبر هیچ جا هیچ من جا نوشته بازنی بیتم نفتن باز صوتی این الگ چیزی پرسر دانه واش واشین گفتم صوتی الگ دانه اصلا ناکوی هیچ فکر مکن ای چیزانی که تو باشه باز این چیزی هیچ جا نکته نبتگن چه هیچ کسا ما نهوش کتگن اصلا فکر مکن که باید تمام چیز همچون منظم تیمور بیاد خان اصلا مهم نیست. جنگل مهمه جنگل تو ما رو پیش دارگاه یا درچ که کنره کهیره تو ما رو نگوشت شماش ایشی مهمه جنگل جند مهمه کل انگریزان گفت ما چطور جنگل رو پیش گوشگان که جنگل ما رو تشریح کن بده کل زایدن گوشت مولوی تا ما خوب تشریح کن شرا ما بلوٹن تو جنگل پا ما تشریح کن حالا یا تک درخت دا بود تو نام شما چیزی اصلا اهمیتی نیه در مقابل مزنی کانسپت تو گوشگاه
تاریخ واسه کلا همه چیز تاریخ واسه جزئیات واسه وقایع نگاری تاریخ یک کلی چیزه تاریخ مردم نه دیت حساب نکن مثلا من بفرض من تاریخ وانته ها بله هران اگه من یاد دیتی یاد بی کلی چیز مردم یاد من ربط کلی مردم داد کن یا نتیجه عکس کن تا مثلا جوش بکنه جرمن ها مثلا انگلیس ها جنگ تا ترکا بیتا پدا جنگ نزانو سردا تو چی مثلا چهار ابار بکن من یاد نه بلکه تاریخ پلان تاریخ نزانو نیکسون چه گوشت بله یا کلی مطلب میگوشت کن ربط کلی منطقی داد که ایشی گوشتن تاریخ تا آنالیز داد بکنه کرکت درست حسابی تا دیت واقعا نگاری پلان تا منشیگری نه تاریخ ها نه ما اگه تهنکام لیوان سر بلوچستان گپ کنیم من 4-5 ساعت گپ ها نه یک وجه ساعت مارا نه کمی وعده هست نه صوتی الگ انشالله ترى الله سلامت بکنه ماشتی دروین گپ ما بشکنه تو ضبط باتن پواشی که یه مزنی از آنی پادری من سر میگارن دیگه من تی وارث الان من تی وارث یک روچی زنگیا ها اما محمد بر جی آی بعد از کتاب که داتگی آه پی دی افی هم پر من دیم داتا پیسر دیم داتا ای وادی گوشی که تو PDF همه مواد هم داده پتر میشه یک طریقه نه آی هم دیم داتا گفت آه من گوشنگین که ما همین لیوان سر لوٹا کار بکنه نه تشویق آه کمو سکی شهر کاری بچلو آه نم وقتی امروز بچلو سکی شهر که بچی که انچین باز بله انچو که تشویق نبی باز انچو دل خورده ایشی اولین بار یک قبیله تاریخ در کو دنگ بلوچستان ایسه کار نکتا انچو جوزی درو بار خاندان پاکین رشته بندی که گشته 50 تک بازک ما بله آه هیچ تشویق نکنم باران یعنی هیچ دابن تشویق که واقعا نشینه ما وطاره معیاری گن زانم شد یه مزن باری تک من جوز کو گوش من آه. لحت کتاب هنچو مردمان داتا بله هیچ که پا بحال نخورده که راست پس نه با نظر تو یه جا که آی پول چاپ مردمان داتن آیا پول آیا نه داتن شنکنه پول مردمان داتن آیا نه چاپ نکو کتابانی گو نه کتابانی گپ نه بل کتاب که مردم آوا پول داتن نه مثلا چوب بی گوشی که آه هر یک کتاب من زو آیا زو اکس کتاب زو پسر باش تو همین چو مبلغ زرگی همشون مطابقه شنگش کتن نو بله باید من گشته تشویق بیتین گشته آیا زره و آه جنده برستیم باید نه نو من آی گلایش همه ما کول داتا که هر تو چی بکنم پدا من جوس بکنم پا ای چیز مثلا علاقه چونه زبردست شهره این ساک نه شهره علاقه چونه تشویق کن ساک شهره بگو ایشه آه بکن و हमारा अगर इंग्रोंगुरे लैब की चीज जो से पता है भी मेमोल की जितू मितू का पग नजर बाजारी भी इंग्रोंगुर अंटन टलिस की शमा जो से भी गोशने نه मैं मत گلایشه what zan گلایشه من گو साक که برم शहर که این بر تی برانه यो محمد بچه बच्चे की بر کنه कसाने جوانی जवान के पीछनी सोंडल बार रे कसाने की آه जवान के हमसे हम बाज का नमान मान सोंडल बार के ने बच के मर कम तरी सोंडल تا बार بشه پیشنید من زانی हाँ ना تی نه ये बात का मैं हमारा तारीख जड़ चुक काश्ता बेचारा का फदा मगुशन सोंडल बार नी نه वजह सोंडल جوان बार बाज متحرکی पीछन करी جایه جوان باز اگر متحرکی ایشی جای تشویق بیتنی ایشی مزنی کار کتا خدا ایشی تاریخ هنچی محلی نوشته گا اصلا چه عشق تحقیقی دکتر عظیم تو زنگی بجنی به خودش گل بی بزن دکتر عظیم پروفسور عظیم اون سر زنگ تا بگو ما عشق تو چونه بچی که باز تشویق با تاریخ محلی بینیش پیشن خوشحال بی دکتر عظیم شهبخش اون سر زنگ تا بال کنچه خوشحالی هاو من شماره دیم شماره دیم شماری من پتر دیم دیم ولی اصلا گندی پیشانی چوکی گنده نه بودم چو زنگ بجنی ایشی انچو گل بی دکتر عظیم شهبخش من سر زنگ تا گل بی خوشحال بود عظیم عظیم پیشانی ما چوب هن تشویق تلفنی ما گندیم فقط تلفنی ها قنوه کنه پاک تلفنی دی مار زنگ پاک بجنی بس خلاص حالا من چهرم بریم پرایز من چهرم بریم پرایز فلا پیش کنی دوره شهر بریم نه دکتر یک زنگ بزن
تشویق بیل این فشنات گله شو شرم تو فشنات دکتر عظیم من سر زنگ زد بلای محقق و استاد دانشگاه من سر زنگ زد گفت من کارم ارزشه بذار مردم من پجای کارم برای ایشی همشی و خوشحال بینه جوانه کی غریب کی جوانه کی باز سکی بوش بو تحقیق معلی کن تاریخ معلی تحقیق کن شرین کارم ما اشکتا تی نام بگا تی نام ما اشکتا دانشگاه اتفون تی نام ما اشکتا و غیره و غیره بگو همچه پربال بده بده خوشحال بی او دا اروپای شمالی تین نام هسته بابا تی نام پنیگا اروپا ما یه میتینگ نوشته بودیم اروپای مردم تی نام گرفته دانشگاه چین چون نفر تی نام گرفته تو گوشته جوانی محققی و غیره سک ما خوشحال تو کتاب در مورد برنامه نوشته و تاریخ معلی پیشینه این مولکان دست بینید بگا کمک کی تو لوٹے مار بگا ما کمک جمع کنه ما چون پایه دیگه پایه دیگه واجن واسه مردم نکنه که بلوچ کتابان واسه کنه همه کار هر یکی هر چی که دسته ببین واجه ما لاتی به چاپی هم حاضر کمکی بکنیم من شخصا حاضرم به یه چاپی انچه کمک لچو که گوامزه نه وقت امروز یه بلچی چیزی که انچو چه جڑایشی از این از آردر بدم موشی من استاد تاریخ هم من ترگوشون تا تاریخ مالیا تی پیشن شروع کن هر زلدم به آبتان در راست کنیم همشه بگو تو نوشت کنه کوشش کنیش یا هر جتر مشکلی بی بگو ما تر کمک کنیم ما تی پشتان بس همین دلگاری بوده درد بی چو ما سکی با تمه بچه که نه بازار سکی عزت نفس والا یه عمران په کاغذ زنگ نجنسی بله خوشحال بی همین چیزا چیزی من مهمتر پشت چی مار جان درس مهمتر چیزی مهمتر درس نه دانشگاهی هیچ که بازی درسی هنه وانتی که بله خب وقت سکی فعال نمیشه که اینو ما بیشتر اگر لازم بیاریم زادان اذا ما رو کارگاه که پس هفته گمدان داره خوابگاه و دانشجو چو بعدم یه ها دو سه جلسه سوادی ها درس شهرین بدم با چی شوکی چو شرکه با نه چی مؤدبه روشان یاد بگیره روشان یاد تو زنگ جه ابر کنگ خوشحال بیم تی ابر و جنبو جدا با چست بیرند تو آیا گشته هرچی رانمایی کنه این گرون کنه ما شماری تو ارسال تا همین صرف دکتر عظیم شهباخ خیلی زنگ بزنه آوا خوشحال بی واجه ناروی صاحب جلالات که درود روایت کسی وجه سربازی وجه عبدالله صاحب وجه ای وجه بابا حدود 40-50 دقیقه گومنی همین بازیان بارا خبر کو بازی چیزی رفته جستو بدی کرده شما گلایی شو تی شماری بر کجا در گفته بازگاه نه دیره گومنی ارتباطه آوا ها گومن باز نزدیک مؤدبیم بچه که سکی مؤدب و مؤغر که بچه که برای ابر چو واش بینم تی پیمی مردمی چو کامل رو بدن ابر بکنم گرنو واش بیا بار نه بچه تا همه سایت بریدنیان سایتی ها همه ده همون بواره باشم یک دو با من هنچین تاریخی ماریخی خبر میرالم من جز کرده ده چمود آشنا بوده گومن وزن اونی مارا شما تماس برای گرفت دیگه نلیه مارا این چو رای هم آنی که میرالم مارا ور بکنم گروه تو که جی یک چیز دیگه در تاریخ در حال تاریخ و نظر حسابی فرهنگ حسابی یک شب مهدابا و باید چوکی بود تگه تمودانو شب تانکی گشتی جنه آخر شب نه تو ما دیگه تا آخر نه نشته ولی همه شروعاتی ما نشته نه شب تانکی دیگه تقریبا اکثر هنگ هم ما هم تا یه حدی جنین ششگانی و همین شهر میران جنن محلوک جنین پارتی نوکر پاک این موضوع شماشته زنگ زد به همین واجد تیمور خان نروژ اما پشت تلفن ایشی حیال داره داتا لحظی چیان بند و گالانا من تو لحظی چیز شب تانکی همین واجه فقط بلدین حتی این نوکر هم شماشته یک چیزی که شان لازم نه مثلا یک جایی ثبت بنویسک با وانک با یا بس مثلا ایشان ایشان بلوچ دو در بیادی ترولتین چیزن پارجوی جز یا نه پارنگ کنن ایشان جز پارنگ کنن دروی جوستن بس کنه واجه فرهنگ انشالله بل شروع بی استارت با نواجه شروعش کو بیتش وند و لاتی جزمان جست کو آپ من گوشتن که گالان من گوشتن که چوچکایی بگوشه عظیم دوشی یا بر کو زی واجه حمید ناروی یا بر کو اصلا منی کالا اردو زبان من رانگته کڑے بیتا اصلا من بود سیخ بیتا من بدنم چرا عجب چیزی چه من دستار رو بگن گوشته
منی واسوگه نمانتا یا دیگه مردمی برا من رابطه گم گوشتی همه بم حدوداتا و بلوچ هم گوشتی شهکی هاندان نمودا کسی یارد واجه بلکه من نواد بگوشتی شخصی چیزه بلا آی دیوان تو کو من پدا گوشم چه شخصی هنه گوشتی ماشتو امودا ما دوست شب گوسته بیتا چه میچیا پورس حالتا سعی روش گوسته تا ما شبی واب تو انا گوشتی یک موت کی آواز هات که ما ست کتا انچو واشی زبانیشا موت دیتا رموت جنین جسته چطور که گوشتیشن راستشه که یکی که دانا پورسا اور دان جنه یعنی گو موت کی آواز یا وتی اظهاره میچیا که همدردیا که پدا یک سوگ ادابون ده इस کارش سر کبتا یه گو همه آهنگین طریقه آی موت که جواب آدن یه رد بدل اما چو درود درهبات چطور وشاد که همه طریقه یعنی آهنگین طریقه موت دویم وانه انچه گوشت واشی جذاب میشی من یا خدا یه چونه زبردستی چیزی واسه مجبور یادم ده یه گار بود شد وقتی میخواد تو عشق یه مورد چیزی من بلوچستان ببین ما شاهد بودم گفتم بیا وجه بودایی اسمت که ما شاهد بودم اینگو مولان شبن برتن هر ماشی رازله ملا آه کمتره ملا کمتره آب بلوچ هماوتی فرهنگ قدیمی داشته البته بودنم الان دیگه هر جا مسیته آبادن بانگوکه واعظه ولی تاشان شبه نشتگم بی مثلا طرف نرماشیر دراهوگ نزانی همی سرحد جا جایی مکران هم شاید جا جای دور پشتا بی این موات هم شاهد بودتگم مثلا بخصوص جوانی یا کماشی مردمی که مرته این چیزا موات هم هشکته دقیقا ما هشکته راست شو واسه ملکان من ملکان پاک بودتگشم یعنی بله حیف اصلا نه که ایشی هیچ یا مثلا چیزی ضبط مبید یر مبید تو علم تاریخ علم تا فکر که ما چه کجا لطو وارد ما یک طرحی دا در اون نوشت تا وزارت خانونم بو که من تا ایرانشهر یه چیز بودم انستیتوت آف فولکلور حالا چی بگوشی فرهنگ آمیانه انستیتوت قصه افیلیت تو یونیورسیتی آف ایرانشهر شما عرض بکنه کل فرهنگ شفاهی جنوب شرقی ایران جمع ببیتیم بلوچی، بشکردی، سیستانی، خراسانی چیزانین جنوب کرمان هرمزگان شان ما جمع کنن و مردمانی من خبر دادن مثل کریمبروک مثل مزلو دانشگاه گوتینگن خب دکتر مهدی شمشیریان قرارت بیه بله پدا هنچو مارش جد که ایه از این چه گلایه شنیدم فرنگ زبان ها یارته شرایاری باستانشناسی یارته که پدا بسته تاریخ یارته دا از دیگه جدش ماره دیگه نهشتش یعنی کاری توی ما گلایشته خدا شاید تمام پروگرام ما نوشته تا نبود دیگه حالا یک کروچی دیگه بچه انشالله شان کنتش انشالله جی علم جان وجه می بلوچ از رسمی هنچی بوده از روچی که چوک متولد بوده گو موزیک بوده گو ساز گو آواز بوده تا هموده که به کبر رفته او ده هم گو آواز بوده باید واقعا واقعا از اول تا بلوچ آخر و سوی پدر گوشته سنت یک باره پدر هم گوشته یک موزیک جنا یه استان یه استکارن لوڑی اوڑه تی مارک زند گو موزیک کن یا پوی لوڑی بوده طلب بودی پس داکوی داشته برا بلا جبال بعضی شهر طبیع چاه جبال به وایدابه نزاری بچه اصلا تاکید نکنی شاید در ذره اشتباه بی مولا جمال عاشق سری مردی بوده میر بلورزهیه مولا جمال شعران هسته تکو تو کینگ وانگو ناکو هستن خدا رحمت کن اکثرا شبرت کاش که ما شان بلورزه ولی هست مولا عثمان هست شان لزان مولا عثمان مولا محمد عزیز میر بلورزهیانی شی هنچین سروزی بوده هنچین سروزی بوده بسیار دوره گردی حتی سروزی چون عاشق بوده یکی سرا پد ملاهی هم بوده خوش صورتی مردمی هم بوده و
جایم جنگه بی به نظر من اگه اشتباه میکنی جای جننتی سیادی هم بوده در زم و زندگی پهمی فرم گاه و نمونه شان ته هر طایفه ای بوده که گوشته کسرود فقط آیانی بوده یا ساز آیانی بوده نه حاجی ارز محمد گنگوزه سردارد شی هنچین لیکو جد که همی جنگال کبیله کشته بو همی ده 70 60 70 به نظرم تمی جریان سکی شهنوازی و عزیزی گنگوزه یا سکی عزیزی مردمیت واجب تو شهبک دیستد گرا بعد بنگو از برو تا واجه دوردانگی بله بله تو دیستد دیگه بله ناکوه بله خیلی آه خوب من مردم ناکون کجا تابی میاکی بابا نام آبا سک رفیده دقیقا عادی ما می ای اربابا می ساندیم براسن واجه همه کی سرکار جان احمد مردم نوگجوی دیگه ادان بکه بگو نام لادس اشان هنچین دو چاپی گپته هنچین دو چاپی اصلا معروف بودن اربابا نازیلی من نازیلی می بلوزهی هنچین دو چاپی گران ده پابیدی همین هنو کماشان یان گوشته که گوشته که فقط آیان بوده بلوش پاک هنچین مردم تگن فرنگی ما را جتا ده را جتا دیگه من نام مگری من پیسر نام گی خب شما بودی سرباز هم مگه که کمی مردمی بوده واجب گردوس محمد خان براس همین وکیل انا منشین بلا قدیمی انا میرون شهرمان جی من تمام وجه میر جنگیز خان دوست محمد خانی هم ناکوزاد بوده هم پوجه باچکو کماش بوده استاد رباب بوده استاد رباب یک کسی هستد بمپور به نام شابان که شبرش نام کوچک نماسگانی همی بیدیم ارکسترش همی بیدیم در پهره شابان پیرمردیت همه وحدی که بین براس همود بمپور درس دار راهنمایی ما دانشجو تیم یا تک همود پانه گندو که بکنین تعطیلات ترمت همود یک روچه همی مردیه کماشه من براد از جای زان که منو خوب هست موسیقی و چین چیز من گو که برو وت پیروک پرتو رباب جام ما هم با کمال پر روی پادت و ما پیروک ربط لوگی رباب درختگت گوشی بابا ای رباب من 20 سالی بی من نجتا ای وادی منی چوک بنجوجا بنجو مازد دمودا نو کسی کرتی پر من گوشتی بابا هما وادی ما وحی واجهانی دست پرورده بودن و همراهش بودن من گو میر جنگیز ها همراه بودن از چوکی ای رباب من میر جنگیز ها یاد داده من گذر میر جنگیز ها رباب جتا گوشی ها من استاد هماییه من استاد همایی بود آن میر جنگیز خانه که نفر دوم آروچین حکومت بود ولی استاد رباب بود و مین نوشروان اگر ماهکانی بوده دیگه کار بار جگه نبوده آزاد بوده اگر ماهکانی بوده ایشی دیگه ورنایان پیرینا پاک بیاتینه موظف ده که بیای بنندی لحتی جی کن لحتی کپاک بکن لحتی دستدارک بکن لحتی کشتی بگیری یعنی این احساس ورزش اصلا اجباری بود در گروهی و هر کجا هم که بودم پشمی بیگاه ساز و سرود و شاعر و چین هم گون بودم حتی که ذاته که دراج مسافرتی هم گون بودم در مسافرت هم گون این بی موسیقی نبودم این آدم ورزشکاری تو ورزیده بوده آدم پادا هم داری بوده شکارچی هم بوده زور هم داری بوده گوشی که اگه من
جی مپرمایا اگه ما شان کوک مپرمایا باند رو که من دردی گیری شو پیاده که ویحت نکنه گوما شدم بره شو باید ورزیده ببه شی فلسفه بوده که گفت جتا شو باید درد ببه البته آواج وط نه آواج وط می دو سامت خان چوش نبود حقیقت گفشیه نه دربار موسیقی بوده و نه دربار زور آزماهی و ایده چیزا بله براتی بوده ناکوزاتی بوده ایدگرانه بوده ما همین رندینی که افسری نام ایسا ما شماش کرنلیه یعنی چه که گونی گپ کرده انگو میر دوست آمد خان میر ایدو خواه هم همراه بی یعنی کارواندر بعد کاغدی میر ایدو خان دم میر دوست آمد خانه ای کاغد پرسنامه ای بی که سردار تاج محمد پت مهرالله خان وفات کن شی در همه دیدار در همه مذاکرات میر ایدو خان ای کاغد دست میر دوست آمد خانه خب آیو را از ناراحتی کن گو سردار تاج محمد دوست آمد خانه ارتباط بی هر بهارگاه آی پری روگن دیمدن شی پری خورما دیمدن از این چیزانشو بین سلام علیک شی بی بعد من نوشر ماسته بی آی همیشه دیوان جدای بی چیشا آی ساز سرود بی تا ساز سرود شروع بی شی نپره دیمدن بکن نوشر ساز بند کن آی حیران بی که پچی حکم کو براتی آی احساس کن که اچی یک عزیزی کسی وفات کرده که من سینا و منی برات سی تیز تیز یه من پچوت سازان بند کنم دوشی تو بند نکرده پرندوشی من ساز تو بند نکرده اینشی پچی بند زن چه واقعی بوده کشی منیگی تی برات وفات کرده سردار تاج محمد مینو شرمو هم ده اعتراض کن اعتراض کن گوشی نوشروان تو نزانه اگر دیگه لشکر و لانگبندی سردار تاج محمد گومان نبوده یا نبیتی یا تر ای انتظار نی بل سردار تاج محمد همشی که دو با ما سیون که و تا انگریزان گوشته که دو زحمت دنده همشی برمام کافیه و دو ما منی براته من گناهی ارتباط ها هر سال پا من روگن دیمده من پناه خورما دیمده آیی ای واجه نه اشاره که به میره دخان میره دخان نام گیری تاج محمد دگره ای دخان دگره و هنچ که من گوت ساز بند که اگه ساز بند مکنه دیمده یک سازان تو بپروشه یعنی تا این اندازه که در حال لشکر کشیه به مینو شروان سازگونه بی بعد هدف اون یشیت کشی بکشنه در حال لشکر کشی و مذاکرات و نظران هزار نفرشان و گون چنانگو انگریز و آواجانو در این حالت هم مینو شروان سازگونه بی من تمام جم Mavaca zamanı bittiğini başlayınca oyunu seviyorum göre meğer bittiğimiz zaman alkapı sırada dergeci devre patron jitta sırada mırada mırada kordunu şikot atma batgoş moç biter
نشتم درباره شپام گپ مپ جا قصه باشیم باش گپش بیتا بود مثلا گپ مپیم گوش داشت سرود مرود مجا چپای دازمان گمانه بیتا انی وجا انی می گوش دارو که سرود کس گوش نداری وجا ناروی می دیوان مرا لیکوی نجانت ندم زی لیکوی جتی بود مشتتون جهلا دیرچیم چه فایده زمانک برگشت وجا درگتی که ما دیما بیتین از پهلوان سروش و نعمت و پیتی شپا گونه همراه بودنگه بازه چری پهلوان ها همراه بودنگه حال ماشو میار بیتیم وی سرواش مرواشم پارما یکی مرد من یاد دینا جا گپتی سرواش گوشا که الان ما یکی ماه تو که سرود یاد بده مرتگه زندگی به ارده با یا ماه تو که سرود یاد بده سرواشم یاد داد که من مجبور چی کنی جوره و مثلا سروش برنامه پیسه چین کدی استارت کنی الان بالا صاحب برنامه بوده بون شما بوده ما بونچی سرباز پیاده بالا صاحب تو چطوره برابره سیستم برابرین صبر بالا کنید که جدا شما بعد شما بعد لوटा inte रिकॉर्ड करना शुरू किया شو यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं من او ندم کنم چون تازه چطور شما کنین بعد لوटा inte آیگی ما جدا واسه بکم آیگی جدا بکم ما را چی بالا جدا همه گوره همچی جدا جدا کنی نه آبی جدای کم پیدا کرو آی بحر جدا نه چی جدا کنه لوٹ شما بعد لوटा inte من جوستان نکو من لوتاین من نزان من فکر کو که یه بدر من صوتی الگ درخواست تو نزن یه صوتی الگ بدنی که نزن تاوشته یه بدنی که زن یه که ایدا یک صوتی الگ برزا نی اما نی چی سولان شما لی چیر باجین دیگه دمتیگم همه